با شما بلیط های ارزان لازم باشه مرحمت به واتساپ اویکاس 16 زنگ زنید. بلیط های ارزان و باوری نوک است. تانونام سرخ شدنه. برایم چای دم کنیم که از گودکای درس میویم. کی سعدی؟ اومدی؟ ما. ای رحمان. ای چه بو؟ های مغازین چیز زداچی سیگارت داشت جوچکم دو دکا. ای مغازین سیگارت خریدی زداچی زیواچک داد؟ ای رحمان. بگیاتشا؟ ای نه اکر رحمت. نگرفتی؟ ای اکا شوخی میکردم. مال رحمان. مالش خوب. تو چیکار میکنی در اینجا؟ این چیه دست ده؟ پای مغازین سیگارت خریدی سیگارت بکشی؟ نه. چیه اگه این؟ مغازین رفتم زیواچک خری زداچی سیگارت دادم ما. سلام علیکم. و علیکم السلام. همی خونه سعدی بیزنسمن کو در بازار کاروان شموتکا لباسا سودا میکنه. همراه خونهش در کجا پا؟ خونه سعدی؟ اینه می خونه شونه؟ اینه 500. اینه 500 ماشین شه. مالی رحمت افا. چیکار پیش که؟ هیچ یک کارش داشتم. خب من میگفتم شاخه. وقتی میگم که تا خدا نمیتونی. ماشاءالله خونه‌شان. سلام علیکم. سلام علیکم. اکای سعدی جان سوزی سلامتی خوبه هم نازک تنجی باور که کوفتر خونه تموردم اکای نما اخرانای بزرگ گفتن که همین تریتوریا دای راست گپ همین جا اومدم هر چی یافتم تنجی باشه اکا تنجی خوکای دیگه اخی ما همین روز یک پالتو گرفته بودم کو برای زن ما میدونی همین روز ابتی دا گرفته بودم اکا جان بگی حالش کی زنم دا معقول نشد ای بچه چه معقول نشد این 9000 تومان مسته 9000 تومان خریدی اکا اوخای ما ها همین 9000 تومان خریدم نه کی معقولش نشد چیکار کنم اکا خاک معقول چی نشدی کار شما ما حالش نمیکنم من بگیرم اکا این پالتو را خود تالیش نکنیم ما دگجالیش میکنیم دیگه ای دودار تو پالتو را نه برا زن تا حالش کن